اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت جوزجان سفر نمود و از دشت لیلی دیدن کرد. در این دیدار آقای حقانی به روح شهدا دعا کرد و آنها را به نام شهدای گمنام اسلام یاد کرد. ریاست عمومی خط آهن میگوید در هفته گذشته از طریق بنادر حیرتان، آقینه و ترغوندی 53654 متریک تن انتقالات صورت گرفته است. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان میگوید یکی از کادرهای ورزیده کشور دکتر محمد عظیم کبیر که مدت هاست در خارج از کشور به سر میبرد، پس از حاکمیت امارت اسلامی امروز از آلمان به افغانستان بازگشت. شاروالی کابل میگوید کار ساخت سرک فرعی گذر 29 ناحیه هفتم تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید در تعمیر ریاست عمومی معلومات جغرافیایی مسجد و سایبان آن به بهره برداری سپرده شد. کتاب‌های درسی برای شماری از مکاتب در ولایت لوگر کمک شد. با هماهنگی وزارت معارف و مؤسسه یونیسف 5420 جلد کتاب به ارزش $23,000 آمریکایی به 276 مکتب در ولایت لوگر کمک گردید. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سفرش به ولایت هلمند مشکلات تاجران و سرمایه‌گذاران را شنیده و به حل مشکلاتشان اطمینان داد. سخنگوی هلال احمر افغانی میگوید در 10 ماه گذشته 1000 تن بیمار مبتلا به بیماری قلبی تداوی شده است.